سلام، امروز می‌خوایم با هم رول ژامبون سوخاری درست کنیم. با من همراه باشین. برای رول ژامبون من از لازانیای پیشپخت استفاده می‌کنم، اما شما میتونید از خمیر یوفکا و کرپ هم استفاده کنید. ورقه‌های لازانیا رو به مدت 10 دقیقه داخل آب جوش قرار میدیم. نکته مهمش اینجاست که حتما ورقه‌ها رو توی این مدت زمان با قاشق به آرومی جابجا می‌کنیم تا به هم نچسبن. وقتی که ورقه‌های لازانیامون خیلی خوب نرم شدن، آبکش می‌کنیم و روشون آب سرد می‌ریزیم. اجازه میدیم تا آب اضافیش کاملا خشک بشه و حالت چسبنده پیدا کنه. مثل ویدیو همونطور که میبینین هیچ جای ورقه لازانیامون نباید هیچ آبی داشته باشه وگرنه پیچیدنش سخت میشه. برای رول ژامبون بهتر که از ژامبون گوشت استفاده کنین که رنگ صورتی داره. اینجوری موقع برش رول ژامبونمون خیلی خوشگل تره. همونطور که توی ویدیو میبینید ژامبون رو جوری روی لازانیا قرار میدیم که 3 سانت از بالای لازانیا خالی بمونه و حواستون باشه که ژامبون به اون قسمت برخورد نکنه چون رطوبتش چسبندگی رو از لازانیا میگیره. در ادامه پنیر گودای ورقه‌ای رو روی ژامبون قرار میدیم و با دقت و خیلی سفت رول میکنیم و اضافه های ژامبون رو میبریم. اگر همین نکته‌ای که گفتم رو رعایت کنید، در آخر لازانیا به همین راحتی میچسبه و رولمون خیلی راحت آماده میشه. حالا نوبت سوخاری کردنه. من برای این سوخاری از پودر بتر استفاده میکنم. شما میتونید از تخم مرغ هم استفاده کنید. برای آماده کردن مایع بتر به ازای هر لیوان آب سرد یا قاشق غذاخوری پودر بتر میریزیم و چند دقیقه با ویسک هم میزنیم تا یک دست بشه. در نهایت باید مایع بتر مثل دوغ غلیظ باشه. برای پودر سوخاری بهتره که از پودر دونه ریز استفاده کنید. توی این ویدیو من از ترکیب پودر سوخاری های رنگی استفاده کردم. برای سوخاری کردن رول ژامبون بهتره که از قاشق شنگال استفاده نکنیم چون که خیلی احتمال اینکه سطح سوخاریمون رو زخمی کنه زیاده. برای اینکه یه سوخاری تمیز و یه دست و یه پودر سوخاری تمیز داشته باشیم، یه دست داخل مایع و دست دیگه داخل پودره و به هیچ وجه این دوتا به حریم همدیگه وارد نمیشن. برای کاور بیشتر من رول ژامبونم رو 2 مرتبه سوخاری میکنم و هر بار حتما حواستون باشه که کناره های رول ژامبون رو حسابی پودر سوخاری بریزید تا خیلی خوب کاور بشه. و اما فوت کوزه‌گری، برای اینکه پودر سوخاری خیلی خوب به سطح لازانیا بچسبه و سطح سوخاریمون یک دست باشه، بعد از هر بار سوخاری کردن اون رو روی یک سطح صاف قرار بدین و مثل ویدیو با فشار ملایم دست روی سطح بغلتونیدش. حالا نوبت سرخ کردنه. برای سرخ کردن روغن باید داغ باشه و حتما بعد از سرخ کردن رول ها رو روی دستمال قرار بدین تا روغن اضافیشون گرفته بشه. و نکته بعدی این که رول ها باید چند ساعت توی دمای محیط بمونن تا پنیر خودش رو بگیره و بعد برش داده بشن. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و بفرست برای دوستات. من قول میدم که اگر از این ویدیو حمایت کنین آموزش‌های خیلی زیادی براتون آماده کنم. روز خوبی داشته باشین. یا